چطوری اولین ویدیومون رو توی یوتیوب آپلود کنیم. اگه آموزش قدم به قدمش رو میخواید بزن بریم. اول از همه باید اپلیکیشن یوتیوب استودیو رو دانلود کنی. برو گوگل پلی و اپ استور سرچ کن یوتیوب استودیو و نصبش کن. بعد اپلیکیشن رو اجرا کن و وارد اکانت یوتیوبت شو. بعدش این بالا روی آیکون به اضافه کلیک کن و از گالریت ویدیویی که میخوای آپلود کنی رو انتخاب کن. حالا روی آیکون مداد بزن و یه تامنیل یا کاور برای ویدیوت انتخاب کن. البته بهتر از قبل یه کاور براش طراحی کرده باشی. توی بخش تایتل یا عنوان یه تیتر جذاب و واضح بنویس، یه چیزی که مفهوم ویدیوتو برسونه. توی بخش دیسکریپشن هم یه توضیح درباره محتوات بنویس. دیسکریپشن میتونه خیلی طولانی تر از تایتل باشه و سعی کن با دقت بنویسیش. اولی تیتر و دومی توضیح ویدیو. حالا توی بخش ویزیبیلیتی یا نمایش فعلا بهتره بذاری روی پرایوت بمونه تا همه چی رو چک کنی. بعد روی آپلود بزن تا ویدیوت آپلود بشه و بعد از اینکه ویدیوت آپلود شد یوتیوب میاد یه سری موارد رو چک میکنه و به چک تایید میده. حالا روی آیکون مداد بزن و ویزیبیلیتی رو بذار روی پابلیک و سیوش کن. به تبریک میگم، اولین ویدیو یوتیوب تو تونستی با موفقیت آپلود کنی.